9 نوامبر سال 1917 میلادی نیروهای بریتانیا بار اول بر سرزمین فلسطین وارد شدند و این واقعیت سبب شد که قریب تمام غرب شادی کنند و جشن‌ها برپا نمایند، زیرا این اولین وارد شوی آنها بعد از آن بود که فلسطین را صلاح الدین ایوبی آزاد کرده بود. از شدت خرسندی یکی از فرماندهان نزد قبر صلاح الدین ایوبی رفته در پیش آن ایستاد، به قبر نگاه کرده و گفت: ای صلاح الدین بیدار شو، ای صلاح الدین بیدار شو، ما برگشتیم، صلیب پیروز شد. و این واقعه به ما میفهماند که آنچه امروز در این سرزمین روی میدهد چیزی نو نیست، زیرا تاریخ آن پر از جنگ ها و نبردهای دراز بزرگ است. نام فلسطین اصلا نام عربی نیست. اگر امروز لغت عربی را کشید و این کلمه را جستجو کنید هیچگاه آن را نمیابید. پس قصه این سرزمین چیست؟ چرا همیشه جنگ ها در فلسطین رخ میدهد؟ کلمه فلسطین غیر عربی است اما ساکنان این سرزمین عربند. اصلی مسئله در چیست؟ قصه این مکان چیست؟ چرا یهودیان همیشه به این سرزمین علاقه سخت دارند و آن را سرزمین وعده شده مینامند، وعدگاه مینامند؟ و چرا همیشه از هیکل سلیمان، هیکل معبد سلیمان این یهودیان یاد میکنند؟ آیا هیکل سلیمان به مسجد الاقصی ربط دارد و مسجد الاقصی دقیق کی بنا شد، در حالی که آن مسجد حتما در دوره اسلام بنیاد یافته است؟ مسجد الاقصی دقیق کی ساخته شده است، در حالی که آن مسجد است و حتما در دوره اسلام بنیاد شده است؟ آیا واقعا مسجد الاقصی جن و ملائکه ساختن این مسجد را؟ آیا واقعا مسجد الاقصی را جن و ملائکه ساختن؟ میدونم حالا در ذهن سوالهای زیادی پیدا شدن، اما خواطر نباشید. همه این سوالها را در قسم اول سلسله صحیفه گم شده جواب خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید برادران و خواهران گرامی. الله سبحانه و تعالی بهشت را جایگاه ما و شما اهل توحید و اهل سنت قرار بدهد. آمین. این اولین قسمت یک سلسله نو است که در این کانال آماده کردیم و نام آن را صحیفه گم شده گذاشتیم. در این سلسله ما در واقعیت‌های تاریخی یا بگوییم این واقعیت را عموماً سخنرانی خواهیم کرد، اما واقعیت هایی که در زمان ما آنقدر مطرح نیستند، مشکلش این است که بر اساس همین واقعیت ها مسئله های امروز شکل می گیرد، مثل آنچه که در حال در فلسطین رخ داده ایستاده است. اما مثل همیشه پیش از آن که بر اصل قصه امروز درآییم، چند نقطه مهم است که باید دانیم. اولینش این است که همه پیامبران و رسولان با یک دین آمده اند، بر این کلمه که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، الله را عبادت نمایید و از طاغوت دوری بجویید. بله، همه‌شان با یک دین آمدن و این دین اسلام بود. به درستی که الله می‌فرماید که ان الدین عند الله الاسلام، به درستی که همان دین نزد الله این دین اسلام است. و نامه‌هایی که امروز ما و شما میشنویم مثل یهودیت، نصرانیت، مسیحیت و غیره، همه‌اش از تحریف آدمان آمده است. آنها اسلامی را که پیامبران آورده بودند تحریف کردند و آن را موافق خواسته خود دیگرگون ساختند. الله سبحانه و تعالی این معنا را در قرآن ذکر کرده. با ابراهیم می‌فرماید: ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی بود، بلکه حنیف بود و مسلمان بود و از مشرکان نبود. یعنی اسلام یگانه دین همه پیامبران است، اما با شریعت ها و تکلیف های گوناگون وابسته بر امت و پیامبران و پیروانی که داشتن بنا شده است و پیامبران به سوی آنها با این شریعت ها فرستاده شده اند. و الله سبحانه و تعالی پیامبران را با قوم های گوناگون فرستانید. این پیامبر مسئول دعوت خود بود. این همچنین با پیامبر الله سبحانه و تعالی اسرائیل که او یعقوب علیه السلام است داخل دارد، چون که در قرآن ذکر شده است و ابراهیم علیه السلام این دین را به فرزندانش وصیت کرد و یعقوب نیز وصیت کرده گفت: ای پسرانم، الله برای شما دین را برگزیده است، پس جز در حالت مسلمان بودن نمیرید. و یعقوب علیه السلام مسلمان و موحد بود. از نسل او بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب پیدا شدند و آنها در آغاز کار مسلمان موحد و صالح بودند، هرچند
هرچند آن زمان بسیاری از امتها در گمراهی قرار داشتند، در کفر و شرک و بدبختی. یعقوب علیه السلام با نسل خود وصیت کرد و با آنها گفتند: ما الله تو را و الله پدرانت را ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را میپرستیم، پروردگاری که یگانه است و ما از مسلمانان هستیم. برای همین بر همین اساس یهودیان امروز گمان میکنند که آنها خلق انتخاب شده الله هستند، زیرا که الله سبحانه و تعالی آنها را، این یهودیان را، در همان دور و زمان خود انتخاب کرده بود. دقت کنید، در همان زمان خود الله سبحانه و تعالی آنها را از میان آن همه امتهای گمراه برگزید و مسلمان گردانید و آنها را سالهای دراز در بنی اسرائیل قرار داد و آنها سالهای دراز در اسلام بودند و پس از وفات یعقوب علیه السلام نسلها گذشتند تا آنکه موسی علیه السلام در میان آنها فرستاده شد. الله سبحانه و تعالی بیت المقدس قدس را برای مسلمانان آن زمان نوشت، مقرر کرد، یعنی پیروان موسی علیه السلام بر آنها، چنانکه الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: ای قوم من، بر سرزمین مقدسی که موسی میگوید ای قوم من، بر سرزمین مقدسی که الله آن را برای شما مقرر کرده است درآیید و پشت هم نگردانید که از زیانکاران قرار میگیرید. و آنها با یوشع ابن نون وارد بیت المقدس شدند و آن را بعداً به عصیان، به شرک، ترک فرمانهای الله سبحانه و تعالی، حتی کفر آمیخته کردند. گناهان و حرامهای زیادی را انجام دادند تا آنجایی که الله سبحانه و تعالی در میانشان پیامبران زیادی را فرستادند، ولی هر بار بسیاری از آنها را میکشتند تا به قاتلان، کشندگان پیامبران معروف گردیدند. و این هنگام بود که الله سبحانه و تعالی به آنها غضب کرد و آنها را لعنت نمود و قوم را بر سر آنها مسلط کرد که آنها را کشتند و اسیر می‌گرفتند. و آن وقت بود که مسئولیت، یعنی تکلیف، از پیروان موسی علیه السلام با پیروان محمد صلی الله علیه و سلم گذشت. حتی باقی مانده بنی اسرائیل که در مدینه بودند با او روبرو شدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم با سبب کفر و فتنه و خیانت‌های آنها با آنها برخورد کرد. آنها میگفتند ما بر عهد موسی هستیم، اما به الله سوگند که آنها از دروغگویان هستند. و نکته دوم این است که پیامبران پیشین با قوم‌های معین فرستاده می‌شدند، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم بر تمام جهان فرستاده شد. الله سبحانه و تعالی چنین تقدیر کرد که پیشرفت و تکنولوژی امکان دهد که اسلام به تمام جهان برسد. امروز من در همین جا نشسته میتوانم درباره اسلام صحبت کنم و سخنم به جایهای خیلی دور هم برسد، چیزی که در تاریخ بشر پیشتر چنین نبود. پس پیامبران پیش با قوم‌ها، شهر و قبیله‌های معین دعوت می‌شدند تا آنها را به عبادت الله سبحانه و تعالی و اسلام فرا بخوانند. با این وجود بعضا آدمان قوم‌های همسایه یا دیگر نیز توسط آن پیامبران مسلمان می‌شدند، هرچند آن پیامبر مخصوص برای آنها فرستاده نشده بود. مثلا سحرگران فرعون را اگر بنگریم، در نزد موسی علیه السلام اسلام را پذیرفتند و نشان می‌دهد که دعوت پیامبران می‌تواند به قوم‌های دیگر هم برسد. دین نزد الله این دین اسلام است. این الدین عند الله الاسلام. به درستی که دینی برگزیده در نزد الله سبحانه و تعالی این دین اسلام است. این تسلیم شدن به الله سبحانه و تعالی با توحید، با فرمانهای او سبحانه و تعالی. اما نقطه سوم این است که بعضی از قسمت ها هستند که لازم است آنها را پیش از دیدن این نوار ببینید. پس با اجازه الله سبحانه و تعالی آغاز میکنیم تا زیاد طول نکشد. به نام الله بخشنده و بی‌نهایت مهربان. پس از آن که الله سبحانه و تعالی آدم را از بهشت به زمین فرود آورد، فرشتگان همراهش فرود آمدند. از جانب الله سبحانه و تعالی موظف شده بودند که اولین خانه در روی زمین بسازند، یعنی کعبه مشرفه را. در یک روز فرشتگان کعبه را ساختند و به انجام رسانیدند.
40 سال گذشت در حالی که آدم علیه السلام در روی زمین بود. باز فرشتگان فرود آمدند تا بزرگترین مسجد را بعد از مسجد الحرام بسازند، یعنی مسجد الاقصی را. پس فرشتگان اولین کسی بودند که مسجد الحرام و مسجد الاقصی را بنا کردند، چون که در تاریخ این ذکر رو یادآور شده است. یکی از صحابه از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدند، گفتند ای رسول الله کدام مسجد اولین گذاشته شده است؟ پیامبر گفت مسجد الحرام. صحابه گفتند بعدن کدام؟ پیامبر گفت بعدن مسجد الاقصی. صحابه گفتند بینشون چند وقت بود ای رسول الله؟ بین ساختن بینای مسجد الحرام و مسجد الاقصی چند وقت بود؟ گفتند 40. و بعدن با تقدیر الله سبحانه و تعالی این دو نقطه به بزرگترین دو جای در روی زمین تبدیل یافتند. نزد الله سبحانه و تعالی عزیز و معظمند. فرشتگان آنها را ساخته بودند، اما با شکل و طرز دیگر، نه با این شکلی که امروز میبینیم. کعبه راست کنجه مستطیل بود، اما بیت المقدس باشد الله بهتر میداند که چگونه شکل داشت. اما در نزد من آن مسجد خیلی کلان و عظیمی بود، زیرا میدانی که امروز همچون مسجد الاقصی میبینیم بسیار بزرگ و وسیع است. منطقه کلان است که مسجد اقصی، مسجد القبة الصخره و بسیار جایها و منطقه های دیگر در آن در بر میگیرد که آنها هم در حدود مسجد الحرام حسابیده می شود. آن دیوار کرانه که در اطراف آن بنا شده است. پس فکر میکنم که این مسجد بسیار کلان و عظیم است. کلان و عظیم بود که فرشتگان آن را ساخته بودند و سالهای دراز این مسجد الاقصی اینطور باقی ماند. پیامبران به مردم آن را بزرگ میشمردند، در آنجا نماز میخواندند و دعا میکردند تا آنکه اولین شرک در بین انسان ها پیدا شد در زمان نوح علیه السلام، همانطوری که بیان کرده بودیم. و پس از پیدا شدن اولین شرک در روی زمین، کعبه و مسجد ترک شدند و اکثر مردم به استخوان‌های مردگان احترام ویژه‌ای قرار دادند، به خود زیان کردند، از حد گذراندند، آنها را مقدس شمردند، حتی برای آنها در نزد مسجدها بت‌ها ساختند و آنها را به جای الله سبحانه و تعالی عبادت کردند. و این سبب شد که الله سبحانه و تعالی آنها را با طوفان هلاک کرد، طوفانی که تمام زمین را پوشانید. پس کعبه و مسجد الاقصی بر اثر این طوفان ویران شدند و از آنها تنها پایه ها، قاعده ها، فوندامنت آن باقی ماند و بس. الله سبحانه و تعالی نوح و فرزندانش را نجات داد از مؤمنان و فرزندان نوح جز مؤمنان نجات نیافتند. یک نفر کافر بود که الله او را هلاک کرد. سپس الله سبحانه و تعالی به آنها امر کرد که در زمین پهن شوند و آداب را رعایت کنند و آنها در روی زمین پهن شدند و فرزندان زیادی از آن نسل آنها پیدا شد. و در میان این فرزندان نوح علیه السلام سام علیه السلام بود که حدودش از جزیره عرب تا شام میرسید و او در شام سکونت میکرد. اگر دقت کنی این کلمه شام از کلمه سام خیلی با کلمه سام خیلی نزدیک است. میگوید آنجا شام نام میگیرد برای اینکه سام علیه السلام در آنجا اقامت کرده بود. گویا اصلا منطقه سام نام داشته است و با گذشت وقت این کلمه سام به شام تبدیل یافته است. یعنی چندین سبب ها برای نام شام گفته شده است، ولی در اصل نامش سام علیه السلام بوده است. روزها گذشتند و سالها زیاد سپری شد و در زمین نه کعبه بود و نه مسجد الاقصی بود، همش ویران شده بودند. تنها بعضی پایه ها، فوندامنت آنها مانده بود و بس. و مردم باشد جایهایشان را میشناختند و میدونستند که الله در آن مکانها دعا را قبول میکند. سالها گذشت و زمین مثل زمان پیش از آدمها پر شد. در آن زمان در جهان یک قدرت بزرگ وجود داشت، مثل امریکا در زمان ما همان قدرت جهان را در دست داشته بود و قدرت اولین بود و آنها مردمان خیلی بزرگ و برجسته بودند، قد بلند و خیلی نیرومند و بزرگ هم بودند و الله سبحانه و تعالی بر آنها جسم‌های عظیم و پرقدرت داده بود که بر دیگران نداده بود. آنها قوم عاد بودند و در این مورد هم حلقه‌های خواهیم ذکر نمود باذن الله تعالی. مهم این است که آنها از ساکنان جزیره عرب بودند، از عرب‌های نابود شده، عرب‌های بائده و در جزیره عرب زندگی می‌کردند و آنها بزرگترین شهرها در روی زمین در آن زمان ساخته بودند. به نام ایرام نام داشت که در قرآن ذکر یادآور شده است و ایرام صاحب ستون‌های بلند که مثلش در شهرها ساخته نشده بود. واقعا هم مثلش در شهرها در کشورهای دیگر بنا نشده بود. اما آنها بسیار ظالم بودند، جبار بودند، متکبر بودند و پس از طوفان اولین شرک در
میان آنها پهن شد. آنها اولین قوم بودند که بعد از طوفان جرأت کردند که به الله شرک بیورزند. با خود بت‌ها داشتند، بت‌ها ساخته بودند و کفر می‌ورزیدند و پیش می‌رفتند، حتی تا آن درجه‌ای که آخرت را هم انکار کردند و الله را به مبارزه طلب کردند. کاخ‌ها، خانه‌های جاودانی ساختند و گمان بردند که در این دنیا جاوید باقی می‌مانند. این هنگامی که الله سبحانه و تعالی به سوی آنها هود علیه السلام را فرستانید تا آنها به سوی عبادت الله سبحانه و تعالی به سوی اسلام روی بیاورند، مثل که سام و نوح علیه السلام بودند، اما آنها رد کردند و تکبری کردند، سرکشی کردند. این هنگامی که الله سبحانه و تعالی آنها را به خشکسالی سخت جزا داد، آنها را سخت عذاب و شکنجه داد، آنها را به خشکسالی سخت جزا داد. آنها نشسته بت‌هایشان را می‌خواندند و آنها را بسیار عبادت می‌کردند تا وقتی که دیدند که این بت‌ها هیچ فایده برای آنها نمی‌رساند و گفتند به سوی پروردگار پاک برمیگردیم. مشرکان تمام زمان همین بودند. وقتی کار برایشان سخت میشد به سوی الله باز میگشتند. مشرکان زمان پیش از مشرکان زمان ما آسان‌تر بودند، اما مشرکان زمان ما باشد چی در خشکسالی، چی در قحطی، چی در سختی و آسانی به سوی عبادتان غیر الله، قبرها و پیرها و شیخ‌ها و چیزها باز میگردند. عقلا مثل مشرکان زمان پیش در سختی‌ها به سوی الله باز نمیگردند، چون اگه آنها در سختی‌ها به سوی الله باز میگشتند. و یک گروه پیشنهاد کردند که نزد این قاعده‌های کعبه، این فوندامنت کعبه که بود، به آنجا بروند و دعا کنند، چون دعا در آنجا اجابت شونده است. الله در آنجا دعا را اجابت میکند. گفتند خوب و با این فکر راضی شدند. و یک گروه از این قوم عاد نزد این قاعده‌های کعبه رفتند و در آنجا دعا کردند. حقیقتاً به الله سبحانه و تعالی دعا کردند، در حالی که به آنها ابرها، سه توده ابر پیدا شد، ابر سیاه. در خیالشان این بود که آن پر از باران است، ولی آن پر از عذاب بر بالای این قوم عادی سرکش بود. و یک منادی ندا کننده ندا کرد که این عذاب بر قوم شما هست. این وقت بود که آنها ترسیدند، در دهشت افتادند، ترسی بسیار سخت و سوی الله بازگشتند، شرک را ترک کردند و بر رساله هود علیه السلام ایمان آوردند. پس قرار کردند که حتی با ایرم هم برنگردند با آن شهرهای خود و در مکه بمانند. با این سبب آن عذابی که به قومشان رسید به اینها نرسد. و در این هنگام آنها بین منطقه‌ای که بین مکه و شام قرار دارد ساکن گرفتند که امروز العلا نام دارد و در آنجا باقی ماندند و در آنجا ماندند، غیر از یک مرد از آنها که نامش کنعان ابن عملیک بود. پس به این نام دقت کنیم، کنعان ابن عملیک، چون این نام کنعان برای این قصه امروز مهم است. و این مرد قرار گذاشت که تمام جزیره عرب بیرون شود و به سوی شام رود، مخصوصاً با این قاعده های مسجد الاقصی که امروز آن را فلسطین میگویند در آنجا بماند. این کنعان در آنجا با اهل و مالش ماند و نزد قاعده های مسجد الاقصی الله سبحانه و تعالی را عبادت میکرد تا اینکه وفات کرد. و از نسل همین مرد عرب اولین ساکنان آن در منطقه پیدا شد که آنها را کنعانیان میگویند. عملیق نامیده‌اند نسبت به کنعان و آن سرزمین با اولین نامش سرزمین کنعان نام گرفت نسبت به همان مرد. و این عملیق در سرزمین کنعان زندگی و عمر به سر بردند که خویشان آنها از باقی مانده از قوم عاد در منطقه بین مکه و سرزمین کنعان سکونت گرفته بودند که آنها بعداً به قوم صالح معروف شدند، یعنی قوم ثمود، که آنها خیلی پرقوت و سختگیر بودند، چنانکه سنگ را می‌کفتند و در کوه‌ها خانه می‌ساختند، کوه‌ها را می‌تراشیدند، در کوه‌ها قصرها بنا می‌کردند. اما بعد از همه این نعمت‌هایی که الله بر آنها داده بود کفر ورزیدند و الله سبحانه و تعالی بعد کفرشان آنها را با این صیحه با آواز دهشتناک عذاب کرد. بعد از آن که شطور الله سبحانه و تعالی را کشتند که همه این در قصه ثمود ذکر خواهد شد. پس حالا از این نقطه تصویر برای ما روشن می شود که قوم عاد در ایران بود و بعد نسل آنها به دو منطقه کوچیدند، منطقه العلا و فلسطین که آن وقت سرزمین کنعان نامیده می شد. و دیگر از این قوم عاد کسی دیگر جز همین عملیق که در سرزمین کنعان زندگی میکردند در کسی دیگر باقی نمانده و جزیره عرب در آن زمان دیگر خالی شد. حتی وادی مکه که قاعده های کعبه در آن بود هم خالی ماند، کسی در آن نبود. همه مردم در اطراف این دو تمدن جمع شده بودند که با هم نزدیک بودند،
سرزمین کنعان و سرزمین بابل که پهلوی کنعان بود در پهلوی کنعان قرار گرفت که امروز آن را عراق می‌نامند که آنها در آن زمان از همه بزرگترین بودند. اما یک نقصان اساسی در سرزمین کنعان این بود که دوره‌های خشکسالی سخت داشت و همین سبب شد که بعضی کنعانیان عملیق از آنجا بیرون شدند و مهاجرت کردند. بعضی به سرزمین بابل رفتند، بعضی به مصر رفتند. گفتم قسمی از عملیق به مصر رفتند و میگه که آنها همانهایی بودند که اهرام‌ها را ساختند و آنها خیلی کلانجسته و پرقوت بودند، مثل اجدادانشان ثمود و عاد. حتی گفتم اشاره که قدی هر یک از آنها 15 متر بود و میگویند که آنها اهرام‌های بزرگ و دیده شونده را ساختند. به هر حال کاری به آنها نداریم. بعضی عملیق بیرون شده به مکه مهاجرت کردند. وادی مکه بعد سالهای دراز خالی ماند. این عملیق اولین کسانی بودند که آن زمان مکه را مسکن کردند، اما وقتی رسیدند حیران شدند. وادی مکه بسیار سبز و خرم بود. در آن خیر و برکت و آبها پیدا بود. نیکی و برکت الله سبحانه و تعالی را در آن دیدند و مسکن گرفتند. سالها گذشت، نسلها آمدند و عملیق در مکه در سرزمین کنعان نزد بیت المقدس زندگی میکردند تا آنکه سالها گذشت و شیطان آنها را فریب داد. در میانشان شرک و کفر پنهان شد. بت پرستی و پرستش مردگان اوج گرفت. حتی گفته شده است که آنها معبود داشتند که معبود صلح نام داشت. مشکل این بود که آنها در دو سرزمین مقدس زندگی میکردند. سرزمین کنعان نزد مسجد الاقصی و وادی مکه نزد خانه الله مسجد الحرام. همان زمان که شرک در آنجا پهن شد، الله سبحانه و تعالی از آنها نعمتی را که برای آن آمده اند گرفت. آن وادی به خشکسالی سخت دچار شد. باران از آسمان قطع شد. زمین به حد خشک شد که از خشکسالی سرزمین کنعان هم بدتر قرار گرفت. سرزمینی شد که در آن هیچ حیاتی نیست، چون که الله سبحانه و تعالی فرموده است وادی که کشتکار ندارد، وادی بی آب و بی علف قحط زده شده. پس آنها از مکه همراه با شریکانشان کوچ بستند و سرزمین یمن پهن شدند. مکه باز مثل پیش خالی شد. وادی خالی و قحط زده گردید و این وادی مکه همین خیلی خالی و قحط زده قرار گرفت تا آنکه ابراهیم علیه السلام به آن وارد شد با همسرش هاجر و پسرش اسماعیل علیهم السلام و آنها را در آنجا تنها گذاشت در همان وادی خشک و بی‌بوته. بعد ابراهیم علیه السلام دستانش را برداشت و به الله سبحانه و تعالی دعا کرده گفت پروردگارا، من بعضی از فرزندان خود را در وادی که خشکسال است که هیچ زار ندارد نزد خانه تو قرار دادم تا نماز برپا دارند. پس های گروهی از مردم را به سوی آنها مائل گردان و آنها را از میوه ها روزی ده، شاید از جمله شکرگزاران باشند. پس از این دعا ابراهیم علیه السلام برخاست و ساره را که همسر اولش که فرزندی نآورده بود گرفت و به سرزمین کنعان سفر کرد تا رسالت و وظیفه بزرگی را که الله سبحانه و تعالی بر دوش او گذاشته بود ادامه دهد. زیرا الله سبحانه و تعالی ابراهیم را مسئول دو منطقه مهمترین و بزرگترین در روی زمین قرار داده بود و او را موظف کرده بود مسجد الحرام و مسجد الاقصی را دوباره بنا کند بعد از آن که طوفان نوح همه را ویران کرده بود. از ابراهیم علیه السلام در آنجا عملیق آن قوم را به سوی دین الله سبحانه و تعالی دعوت کرد و غیر از این او مسئول بینای مسجد الاقصی هم بود و حال هم هاجر با اسماعیل در همان وادی بی آب قرار داشت، از آنها خبری نبود. اما بعد از مدت ابراهیم علیه السلام به مکه برگشت، ولی در این هنگام حیرت انگیز آن بود که همین که رسید دید الله سبحانه و تعالی دعایش را قبول کرده است. وادی پر از آب و درخت شده است و با هاجر و اسماعیل یک قبیله پر همراه شده است، قبیله جرحوم، و قصه اینها را در سیرت پیامبر ذکر کرده بودیم. از همین وقت ابراهیم علیه السلام بین مسجد الاقصی و کعبه رفت و آمد میکرد تا هر دوی آنها را بنا کرد و این حالت یک منظره مانده است که ما را به سفر اسرا و معراج یادرس میکند. پس ابراهیم کعبه را همراه اسماعیل ساخت و مسجد الاقصی را همراه مسلمانان عرب کنعانی
در سرزمین کنعان ساخت. اما وقتی ساختمان کعبه را با اسماعیل انجام داد، در رو بر روی آن ایستادند و دستایشان را برداشتند و الله را دعا کردند، دعای بسیار بزرگ. اگر همین دعا نمی بود، ما امروز بت‌ها را می‌پرستیدیم. ابراهیم علیه السلام به الله دعا کرد و گفت پروردگارا، در میان آنها مردم این سرزمین پیامبری از خودشون بفرست که آیاتها را بر آنها بخوانند و بر آنها کتاب و حکمت بیاموزند و آنها را پاک گردان. براستی که تو عظیم و با حکمت هستی. و او ابراهیم علیه السلام از الله سبحانه و تعالی میخواست که در این منطقه یعنی مکه پیامبر بفرستد که به مردم دین آنها را بیاموزاند و شما میدونید که آن پیامبر کیست. حالا قصه اش نزد شما میآید. پس ابراهیم علیه السلام در سرزمین کنعان ساکن شد و پسرش اسماعیل در مکه ساکن شد که قصه پیامبر صلی الله علیه و سلم مختصر آن را برای شما در 11 یا که 12 درس بیان کردیم و سوی آن باز بگردید. وظیفه هر دو ابراهیم و اسماعیل این بود که مردم را به دین الله سبحانه و تعالی دعوت کنند. ابراهیم علیه السلام همیشه از الله میخواست که به او از همسرش سارا فرزند دهد و همان سارا تا آن وقت برای او فرزند نآورده بود. آرزوی ابراهیم علیه السلام پیش از وفات همین بود، از همین همسر پسری داشته باشد و یکی از سببها این بود که آن فرزند دعوت ابراهیم علیه السلام را به سرزمین کنعان ادامه بدهد و مردم را با عبادت الله سبحانه و تعالی به عبادت یگانه او دعوت کند. مدت دراز همین حالت ادامه یافت تا آنکه فرشتگان در خانه اش در نزد او آمدند و او را با تولد پسرش اسحاق بشارت دادند، کسی که پس از ابراهیم رسالت پیامبری را ادامه بدهد. بعداً دعوت ادامه یافت. اسحاق هم بعد از پدرش ابراهیم علیه السلام به دعوت عمالیق ادامه داد تا وفات کرد و پس از او پیامبری به پسرش یعقوب علیه السلام رسید و در آن سرزمین کنعان و سرزمین مصر زیر یک حکومت بودند و در آن وقت سرزمین کنعان و سرزمین مصر در زیر یک حکومت بودند که آن حکومت رو حکومت حقصاص یا که حقصاص می‌نامیدند. از همین سبب کنعانیان با مردم مصر آمیخته شده بودند و سالها گذشت. یعقوب علیه السلام آنها را با توحید الله سبحانه و تعالی و بر اسلام دعوت میکرد و در آن دوره اکثریت مردم سرزمین کنعان موحد یکتاپرست بودند. اما بعد مثل همیشه مثل پیشین موج و خشکسالی سخت به سرزمین کنعان آمد. از سبب آن یعقوب علیه السلام از کنعان به مصر کوشید که این قصه را بعداً ذکر خواهیم کرد ان شاء الله. یعقوب علیه السلام با پیروانش در مصر یک مدت دراز پیش از عرب‌های کنعانی در توحید استوار بودند و آن کنعانیان را عمالق می‌نامیدند چون که بیان کردیم. اما بعد از آن باز به شرک برگشتند. شیطان آنها را دوباره فریب داد و شرک در میانشان پهن شد. سالها گذشت و عمالق همانا بر شرک ماندند. سپس حکومت حقصاص از بین رفت و حکومت فرعونها به مصر قرار گرفت. آن وقت از یعقوب علیه السلام نسل بزرگ پیدا شده بود که این را بنی اسرائیل می‌نامیدند. اولین جای اقامت آنها در مصر بود. آنها در مصر زندگی می‌کردند. حتی گفته می‌شد که بنی اسرائیل در آن زمان به فرعون کمک می‌کردند تا مصر را اشغال کند و حکومت پیشینه را بیرون کنند و حکومت در آن دوره به دست فرعون گذشت و فرعونیان حکومت مصر را به دست خود گرفتند و پس از مدت خیلی دراز عمالق اولین کوشش اشغالی سرزمین کنعان را قرار دیدند و این کوشش از جانب مسلمانان با رهبری موسی علیه السلام بود. این هم بعد از آن شد که الله سبحانه و تعالی به موسی وحی کرد الله این سرزمین را برای آنها نوشته است و بر آنها اجازه داده است که آن را فتح کنند و مسجد الاقصی را از شرک پاک بنمایند که در این مدت بین قصه عمالق و این سرزمین اشغال سرزمین کنعان و این فرعون قصه هایست. اما در اینجا واکنش پیروان موسی علیه السلام چنین بود که گفتند که الله آن را یادآور می‌نماید ای موسی ما هرگز با آن شهر با آن سرزمین داخل نمی‌شویم تا دمی که آنها در آن سرزمین قرار دارند و تو و پروردگارت برو و جنگ بکنید و ما همینجا نشسته میمانیم. گفتند این هنگامی که الله سبحانه و تعالی بر آنها خشم گرفت و بر آنها حکم کرد که 40 سال در تیه در سرگردانی باشند، در بیابان سینا سرگردان بمانند. هر باری که می‌خواستند با آن بیابان بیرون شوند نمی‌توانستند و در آن مدت موسی علیه السلام از دنیا درگذشت، وفات کرد. یک نسل پورا گذشت و پس از موسی جاینشینش یوشع ابن نون آمد که با او یک نسل تماما دیگری آمد با ایمان بیشتر
و قویتر از پیشینیان و این بود که سرزمین کنعان فتح کرده شد. مسجد الاقصی از شرک پاک کرده شد. پس اسلام با توحید در آن سرزمین کنعان بازگشت.